هلا ملگایز، چطور بچه؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. دوستان عزیز، امروز اومدیم با مود جدید. از سر کار اومدم دیدم که مود جدید اومده و به بانو گفتم آپدیت کنه که بیایم واسه شما ویدیو بگیریم. و دوستان من یکی دو مچ ارنگل شو رفتم، اصلا خوشم نیومد، ولی خب کیل بالا گرفتم. یه مچ 30 تا و یه مچ هم نزدیک 20 تا. بعد دیگه خوشم نیومد لال شدم اون لحظه. خب دوستان، حالا میخوام بریم لیویک رو تست کنیم، ببینیم لیویک چجوریه و دیگه همینطور دیگه. بله، لایک و ساب یادتون نره، حتما زنگوله هم بزنین که ویدیوی جدید واسهتون بیاد. ممنون بابت انرژیایی که میدید و حمایتایی که میکنید. کامنت ها رو میخونم و جوابم حتما میدم. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب میبینیم همه ورود میکنن، دست کم نمیاد، همه رو میداره. انمیه. من با اجازه باید یه بخوام، میدونم چون انمی خدا نمیشه اینجوری. اینا از این چیزا میزنن. لیویک چرا اینقدر چرت و پرته واقعا؟ لیویکش اذیت کننده. نمیشه اینجوری اصلا. خیلی مود چرتی تو لیویک، خیلی شلوغ میشه. خب داره مردی، من دستم دهن نمیتونه. این مسخره است لیویک با همون ارانگل. Not a problem. شاید همون چون دست اولی اینجوریه، میدونی؟ خب دوستان عزیز، به به، همه مشترکی داداش جوزی به دست. این که باشه خوریمشتی. پایین طرف. بله مثلا این در اگه باز بشه چی میشه؟ نازم ریجستر خداست واقعا. یارویی که با دیپی میزنه رو میشه ببینم. آها دیدمش. احیانا شما نمیخواد بمیری. خب دوستان عزیز، ما 8 کیل گرفتیم، ولی واقعا مود توی لیویک خیلی عجیب غریبه. اصلا نمیدونم باید چی کار کرد. خیلی اصلا واقعا عجیبه. الان باید بریم ریکال بانو. اینجا انمی یه هد. خیلی نبایستم. نوه سگ من نمیبینه. یارو هول کرده اصلا فکر کنم. خب بریم واسه ریکال. او سمت ریکال انمی.
خودتون میدونی بچه ها مثل همیشه فایت های کلوز و داداشتون میبره. وای یعنی یه دی بی اسشون هم میخورد امکانی که برم لابی زیاد بود. بریم ریکال بانو تو شما یه لایک I'm میکنی. recalling a teammate. Thanks. ایمن چرا ایمن میره بالا؟ از اینا پرت میکنه ایمن میره بالا. چرتی خدایی شبیه مود زامبیه. سیزن چند بود خیلی قدیمی بود. ولی نه واقعا لیبیکش خیلی قشنگه. خدایی جدی میگم لیبیکش باحاله. رسیدیم ولی یارو یا خبرتا چه لگی دارم من واقعا برای نامناک. خب اینجا که انمی نیست. این کیل مفت فری زده فری. خب انمی بنوزم این تو نمیتونی بخوابی منو بزنی که من چی؟ بابا با این 24 منو نزن نمیتونی به خدا. باید این کلوس من زمینم از این و تمام. داشتون چی میکنم چم میکنم به و به و به. او اینی برو. Help! وای بانو میشه خیلی انمی اینجاه. بیا 7 نفر. خیلی ولی لیبیکش باحاله جدی خیلی کیل میشه توش گرفت. خب دوستان 18 تا کیل داریم جلومون انمی رسما بریم خودمون رو بدبخت. بانو رو زدم انتقامو میگیریم. اسم یارو چی بود؟ من که سیف کیل بود. ای بابا شهرمنده بانو شما اگه پیش من بودید یا من پیش شما بودم قطعا نمیموردیم. بابا بمیر خود چی جوری این چرا نمورد خدایی. بابا من خیلی بچه ها به این زدم واقعا چرا نیستان نمیشه من ببینم اینو. نه اینش بابا دمیجش رو نگاه خدایی. وای اذیت نکن. اشکال نداره بسا شانسمون این بود. هیچ مشکلی. چند تا کیل 18 تا کیل با 2929 تا دمیج. میریم واسه مچ دوم. لیتس گو. خب دوستان گلاب اومدیم مچ دوم. واقعا خیلی شلوغه اینجا برای بانو. همین اول کار بابا گیت شد. من شد نیستم مراقب باش تا بیام. انمی تو کلوزمه.
Oğlum çرا Adamın canı yok. Adamın canı yok MS'inden dolayı. میگه من پینگ بابا درسی تو پینگت بالا بود اشتی اینجوری فرار نه دیگه ببین نباید بری کنی یکی بالا بخواب بابا بخواب همه اینو فیک میگم کیت داری بهم بدی ایدان با چه وقتشه؟ او خیلی هم اگه خوب سوشا بزنم خب دوستان به عشق همه تون یه نیت میکنم امیدوارم بگیره گرفت این همون بود که زدم یه بار این هم دومی اصلا لوته انگار داره میره پایین واقعا باگ زیاد داره این مودا خیلی زیاد داره اینکه واسه خودش میچرخه اوکی نو پرابلم کم واقعا این خیلی به کارت میاد که سری میزنی فول میشی نظام نمیشه رفت بالا مولوتوف کرد اوکی میزنیم راحت خیلی پروفسیونل میریم دوباره پایین غلط کردم میدونستم اونجا وای بانو رو بابا دهنت سرویس مردم که اشکال نداره هیچ مشکلی نیست میریم واسه انتقام بانو رو میدستانی زدن میریم میدستانی ریکارد میکنیم و همون میدستان هم راش میدن خب دوستان جلومونم من که نمیتونم بازی کنم چرا؟ لیویک اصلا کیل نمیتونم بگیرم اوکی میریم دست بعد این همونی بود که بانو رو زده بود این دی بی اس تو بنداز اسکادا باز نه دی بی اس از چپه گفتم چه بگی بس بیخته خب میگه بابا انمی بابا من اصلا نمیبینم انمی ها رو تو لیویک به خدا شاتو میشه بدونم کجا بود از کجا زد از اون خب عشق همه بچه های بی 5 اینم یه نیر عشقی به عشق همه تون نشد شرمنده بچه ها اینم از این داداشمون که منو زد توی مود ایاتون بشه بله داداش این پوسترتم وای بچه رضیت کردم گناه داشت خب بچه این کیلمون اومد انمی دوستان عزیز
خوشی خودتو. آیم دیگه روزی غلط کردم. رحم کنید به من یک نفرم. به من رحم بفرمایید. تو رو به خدا شما رو قسم میدهم. اینجا کثافت. گلگ کجا؟ واقعا خودم گشتم. ولی خب لگم میدونی؟ لگ نباشم که اینا جرمی. بابا یارو چی میزنه؟ یه پیک تو همی آتیش. یه پیک مشتی. ای خدا. بابا یه پیک دیگه مشتی. چرا این کاراتو میکنی؟ غلط کردم. آخه نه غلط کردم. سرد. اینم از این. بابا بنازم 18 تا کیل دوباره. فقط به عشق اسکواد بی 5. به کسی که لایک میکنن، ساب میکنن، کامنت میذارن. به عشق همتون. بله. شاید بگین چرا دیگه میکنی؟ چون نیاز ندارم. همشونو جر میدم بچه ها. به عشق خودتون جر میدم همشون. خب این پلیه یه چپ میکنه یه نه ببین بد شد. داشت بد میشد. خوب شد که نگفتم. من کیلمو که میگیرم ازت. خب مثلا غیر ممکنه کیلمو فینیش ندم. 2 نفرم هستین، من تک نفرم. اینجا اسکواد بی 5 به مشتی. اینجا ما باخت نمیدیم. بله یه هدشات بازی شده قشنگ میزنه بهش. 100 ناک میشه تو زون. خب بله همینطور که گفتم دوستان. اصلا انقدر دمیج بود معلوم بود که. خب بچه ها اینمی ها رو ببین. دلی همون سلام. غلط کرده دید منو. نوبازاری. بابا چرا نمیمیری تو؟ من نمیرد مومنینی. چرا نمیمیری تو؟ وای یارو Victory نمیرد belongs to مومنینه. us. بچه ها اینم از این ویدیو. بریم توی لابی با هم دیگه صحبت کنیم. Let's go. خب عزیزای دل داداش، دوستان عزیز، اینم از این ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردین، وقت زیباتون رو گذاشتین. دوستان 20 کیل گرفتیم و 2000 خورده دوباره دمیج، 2000 خورده تو 3000 دمیج دادیم و کل جمع کیلا رو بخوام تو 2 تا مچ حساب کنم فکر کنم 30-40 تا شده. 40 تا اینا شده دیگه، حالا بگیم 40 تا. و خلاصی که اینطور. ممنون بابت حمایتتون دوستان. 1-2 تا ویدیو دیگه‌مون یعنی یا شنبه یا یک شنبه یه ویدیو میذاریم که به یکیتون از توی گلوبال چالش میدیم و یوسی جایزه میدیم. خب دوستان مرسی بابت حمایتتون، مرسی بابت لایک هایی که میکنین، مرسی بابت کامنت های قشنگتون و انرژی عالیتون و همینطوری که گفتم انرژی بدین انرژی میگیرین و خلاصه که اینطور روز به روز داره کانالمون بزرگتر میشه، خانواده‌مون بزرگتر میشه و دیگه خلاصه همین. چقدر من گفتم. مرسی که هستید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. خیلی دوستتون دارم. بای بای.